و هستن با بعض جوانای دیوس که خواهر مسلمان خودشه، خواهر مسلمان ما را به سوی زنا، به سوی حرام دعوت میکنه، به سوی موسیقی دعوت میکنه، به سوی دیسک کلوب دعوت میکنه. ای جوانی نوجوان مرد، با الله قسم، برای کعبه قسم، اگر این کار توبه نکردی روز خواهری ترم همه خیلی فریب میتن، همراهش صحبت میکنن، زنا میکنن، به ناموسش دست درازی میکنن، به سوی دیسک کلوب دعوتش میکنن، بعد او بدنامش کده میپرتاین. قسم به الله یک خواهر بدنام کردی، آبروش رزاندی، شرمندش کردی، انتظار باش ای نوجوان مرد، روز در حق خواهری ترم این کار میکنن، روز در حق خواهری ترم این کار میکنن. دیگه سر تا عیزات در کوچه‌تون برداشته نمیتونی. به ایفت زنها هسته که شوهر کردگی نیستن، با دستی خودشان حرام کرده پرده بکارتشون دور میکنن. الله لعنت کردگی او زن، آگاه باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله سبحانه و تعالی لعنت کردگی زنی را که لباس خودش در غیر خانه شوهرش به در میکنه. الله که در همین جامعه ما هست که بعضی زنها در خانه دیگانه‌اش، در ارتل، در دیگر جاها لباس بروده، تماما لباس بروده عوض میکنه. الله سبحانه و تعالی لعنت کردگی. از الله بترسن خواهران عزیزان. همین خودریزایی در بین بسیار خواهرها اوج گرفتگیه. همین گناه، همین کار خودریزایی از جوانها دیده در بین دخترها همین چیز اوج گرفتگیه. و بعضی هاش که با شوهر میکنن به همون بدر، به همون حال حرامشون، در حالت نادختری به شوهر میبرویم. در شب اول که مقصد کتی شوهرش هم خوابه میشوه، ببینه که شوهرش نادختر است، گناهش از ستر میکنه، میبخشه، نه که او حیوان و بعد چند مدت به شوهرش با خیانت میکنه که یک مرد دیگه. در هر یک کارت والله قسم در نزد الله سبحانه و تعالی جواب میگی. در هر یک کار جواب میگی. ای خواهر آگاه باش. ایرادان یک جوان تو را دیده شهوتش بیدار شد، رفته دست به زنا زد، در گناه او جوان تو را شریک هستی، تو را در نزد الله جواب میگی. ای زنهای بیوجدان در سامانه‌های اینترنتی عکساتان نمانید. جوانهای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم گمراه نکنید. روز او چهره سفید زیبای تو ارزان میزن. ای خواهر، روز در تگ خاک استخوانات میپوسه میره. تو چی جواب میدی در نزد الله سبحانه و تعالی؟ چی جواب میدی؟ چی جواب داری؟